وای وای وای. یعنی اگر میخوای واقعا تر بزنی تو اعصاب خودت، بشین فوتبال بارسا رو نگاه بکن، از اول تا آخرشو بشین نگاه بکن. دقیقاً همون بازی با بنفیکا برای ما دوباره تکرار شد. عقب افتادیم، 3 بار عقب افتادیم، هی گل میزنیم، هی دوباره میخوریم، هی گل میزنیم، هی دوباره گل میخوریم. تازه دیشب گل 4م هم خوردیم که شانس آوردیم رد شد. اصلا یادم رفت بخوام سلام بکنم. بچه ها سلام، من مرشادم و خیلی خوش اومدیم به چنل کاتالانیا. اینقدر عصبانیم که واقعا نمیدونم چطوری خوشو بش کنم باهاتون. بچه ها یادتون نره اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین، چنل رو ساب کنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین. امروز 100% اعصاب هم من خیلی خورده، هم شماهایی که دارین الان این ویدیو رو میبینین، رو ویدیو کلیک کردین. نیمه اول برای ما که واقعا فاجعه بود. چه سبک بازی کردنیه، خط دفاعیمون افتضاح داره کار میکنه. این چه خط دفاعیه، همش تو زمین حریفن، راحت با بازیکن حریف میان تک به تک میشن با گلر ما. واقعا چه حرکتیه. بعد خیلی هم جدا از همه اینا ما بدشانس هستیم، چند تا توپ زدیم به تیرک، چند تا توپ واقعا برای ما خورد تیرک. تیم کلوپ بروژ به نظر من خیلی خوب بازی کردن، واقعا دمشون گرم. دقیقا همون جوری که باید جلوی تیم بارسا بازی کنی بازی کردن. همه تیما دارن این رو یاد میگیرن که چجوری باید جلوی بارسلونا بازی کنی. چند هفته است واقعا که داریم عذاب میکشیم، تیما قشنگ قلق ما رو فهمیدن، خط دفاعیمون خیلی بالاه. اینقدر وضع ما بده که رئالی که سال قبل 4 تا میچپوندیم بهش، الان دارن خودشونو عالی جلوه میدن، در صورتی که اصلا هم وضعشون خوب نیست. رفتن آنفیلد، رئالیا رفتن آنفیلد، لیورپول دهنشون رو صاف کرد، یه دونه گذاشت درشون، هیچ کاری جلو لیورپول نتونستن بکنن، بعد جلو ما برنده شدن. یعنی این خط دفاعی تخمی که ما داریم به درد لای درز دیوارم واقعا نمیخوره. هر کی میاد یه تقه میزنه در گلر ما و میره. حالا سوال پیش میاد که چرا وقتی این روش جواب نمیده تغییرش نمیدی؟ چرا این روشه رو عوضش نمی کنی؟ بارسا اصلا پرس نداره. شاید گل اولمون 1% حالا رو پرس بود، ولی گل دوم ما چی؟ گل سوم ما چی؟ همش رو استعداد یامال بود، همش به خاطر یامال و هماهنگیش، لینک شدن خوبش با فرمین لوپز بود. نه تاکتیکی، نه پرسی، هیچی نداشتیم. یعنی یه تیمی که اصلا هیچکی بازیکناشو هم نمیشناسه میاد 3 تا 4 تا حتی داشتیم بازی رو میباختیم، میان به این راحتی جلو ما بازی میکنن. واقعا چه فایده داره یامال دهن خودش رو تو زمین سرویس کنه به خاطر هیچی؟ دیشب یامال واقعا خوب بود. همه میگن حواشی داشته، نمیدونم چی داشته. درسته حواشی داشت، کات کرد، تموم شد. الان بازی قبل برامون گل زد، بازی دیشب خودش رو سرویس کرد که 2 تا گل هم زد. چیکار کنه دیگه؟ از یه طرف هم آدم زورش میگیره. چرا؟ چون که یه تیمی که اینقدر استعداد داخلشه، اینقدر جوون داخلشه، داره با کمبودا بازی میکنه. ما کلا تو نقل و انتقالات امسال 28 میلیون خرج کردیم. یکیش به خاطر خوان گارسیا دادیم و رونی باردگیه کیه اصلا نمیشناسمش. ما این 2 تا بازیکن رو گرفتیم. لیورپول 1 میلیارد خرج کرده. رئال اومد بهترین مدافع جوون حال حاضر رو خرید، آرنولد رو خرید. حالا بارسا چی؟ یه مش جوون 16-17 ساله رو برداشتن لاماسیا آوردن، میخوان تو لیگ قهرمانان و لالیگا جلو بهترین بازیکن‌ها بازی کنن. واقعا باید فکر کنی. و وای از نبود رافینیا. انگار یه نفر اومده قلب تیمو در آورده. فلج شدیم واقعا. تو این بازی رشفورد واقعا هرس آدمو در می آورد. اصلا خوب نبود. پاساش به زور میداد. شاید 1-2 تا صحنه فقط خوب عمل کرد، بقیهش کلا گم بود تو بازی. واقعا باید دست رافینیا رو بوسید به نظر من. نبودش واقعا داره حس میشه.
تو کل بازی یامال کلا داره از کنار حمله میکنه، میده تو عرض دنبال یه نفری که بهش پاس بده. هیچ کسی یک حرکت رو نمیزنه، فرار نمیکنه که یامال بخواد بهش پاس بده. باز خوب بود. حالا رو گل اولمون فرمینو فران یه خورده هماهنگ بودن و تونستن حالا یه گلی برای ما بزنن. تو بازی هی ما یه دونه میخوریم، هی یه دونه میزنیم، یکی میخوریم یکی میزنیم. یعنی همین که میومدی بگی آقا ما کامبک زدیم اوکی شد، دوباره یکی دیگه میخوریم. دقیقاً بازی با بنفیکا، دقیقاً همون چیزی که یه سال همینجور داریم میبینیم. تعداد گل خوردمون خیلی بالا هست. دیشب انصافاً کلوب بروژ خیلی خوب بازی کرد. یعنی واقعا نمیشه گفت به خاطر بدی ما بوده، اونا واقعا خوب بازی کردن. فوربس بود، کی بود، خیلی خوب داره بازی میکنه. چقدر راحت به شزنی گل میزنه. ولی ببینید طرف کلوب بروژه، اصلا ما اسمشو هم درست نمیتونیم تلفظ کنیم. بایر نیست، نمیدونم ضد حملش برای آرسنال با ساکا نیست، وینیسیوس نیست که بخواد از کناره بدو، امباپه نیست. یه تیم خیلی معمولیه، 2 تا بازیکن خیلی معمولی هم داره که ما اصلا اسمشون هم نمیدونستیم تا دیشب. وقتی اینقدر راحت میان به ما گل میزنن، وقتی همه چی اینقدر براشون راحت باشه، دلیلاش کامل مشخصه. یعنی کسی وسط زمین یه فشار نمیاره، توپم خیلی راحت همیشه مثل همیشه میندازن پشت دفاع، تک به تک گل. گلرم که الا ماشاءالله هیچی. واقعا هم دم شزنی گرم، هر بار توپ میره زیر پاش تموم بارسایی نصف جور میشن تا بخواد یه پاس بده. دیشبم آخر بازی دقیقه 90 خورده دیدید چه دست گلی به آب داد که شانس آوردیم. حالا رفت وی آر خطا گرفتن که واقعا هم به نظر من خطا بود، خدا رو شکر خطا بود. بریم سراغ حالا نمره دادن به بازیکن‌ها. ولی من واقعا هنوز دارم هرس میخورم، خیلی عصبانیم. بارسا واقعا کی به این روز افتاده؟ شزنی که هر چی توپ اومد رو دروازه واقعا نه نگفت، بعضیاشو حق داشت، ولی واقعا دیگه افتضاح بودی. 3 تا گل خوردی داداش من، چه وضعشه؟ به نظرم نمره 5 برای شزنی حتی زیادم هست. کنده واقعا بد نبود، نمره 6 بدیم بهش، حداقل یه کمکی به یامال تو حمله ها میکرد. آراوخو که هنوز ماشاءالله با توپ مشکل داره، مثل همون روز اولی که اومد تو بارسا دیدیم که با توپ مشکل داشت، گفتیم نه جوونه، الان که 25 سالش هم شده هنوز مشکل داره. یعنی هنوز دیگه همون گوهیه که قبلا بود. نمره 5 رو بهش میدیم. اریک گارسیا به نظر من نه خوب بود نه بد بود، اصلا خیلی نقش اونجوری نداشت، همون نمره 5 براش اوکیه. بالده انصافا توپو خیلی خوب میچرخونه تو زمین، توپو خوب جلو میبره، نمره 6.5 توی بازی براش اوکیه. بریم وسطای زمین پیش کاسادو و دیانگ. کاسادو که عملاً هیچی، واقعا کاسادو کلاً پرت بود. شاید خود من میرفتم تو زمین احتمالاً بهتر از او بازی میکردم. به نظرم مثلا نمره به کاسادو من نمیدم، ولش کن. دیانگ خدایی انصافا خوب بود. دیانگ هم تو کارهای دفاعی کمک میکرد، بیشترین دوندگی به نظرم این چند وقت اخیرش رو داشت، میخواست جلو ضد حمله حریف رو برامون بگیره. واقعا خیلی جاها بهمون کمک کرد. دیانگ به نظر نمره 7 خوبه. فرمین لوپز دمش گرم، چند تا بازی واقعا داره کمک میده، عالی بود فرمین لوپز. توی 2 تا پاس گل داد دیگه، بدبخت چیکار کنه، یه شوت زد به تیر. نمره 8 به نظرم برای فرمین لوپز بد نباشه. 2 تا پاس گل داد، خیلی تاثیرگذار بود انصافا. یامال دیشب بهترین بازیکن ما بود، به نظرم داره خودش رو جمع و جور میکنه بعد از حالا اون حاشیه‌ای که براش پیش اومده بود. دمش گرم، باز داره جمع و جور میشه. بازی قبل گل زد، دیشب 2 تا گل زد، چقدر حمله میکرد، چقدر پاسکاری میکرد. نمره 8.5 برای یامال به نظرم اوکیه. فران تورس هم جز 1-2 تا صحنه به نظرم خیلی کار خاصی نکرد، حالا چون یه گل برامون زد خوبم تموم کرد. نمره 7 بهش میدیم. رشفورد هم هیچی، رشفورد اونم خیلی کار خاصی نکرد، خیلی جاها توپ لو میداد. نمره 6.5 من بهش میدم. حالا شما هم تو کامنت ها نظرتون رو در مورد نمرهایی که من دارم میدم بگین، ببینیم مخالفین یا موافقین. حالا بریم سراغ اصل داستان، یعنی خط دفاعی پر ریسکی که داریم، دهنمون رو سرویس کرده. پرسی که عملا وجود نداره، اصلا پرسی نداریم. تا امروز من میگفتم اوکی
باشه اوکیه، حالا نتیجه داشتیم، مثلا فصل قبل خیلی خوب بود، خط دفاعی بالا بود، آفساید زیاد میگیره، ولی امسال دهن ما سرویس شده قشنگ. تا امروز میگفتم اوکی، ولی بعد از بازی با رئال قشنگ یه چک مشتی زد تو گوش ما، بهمون داره میفهمونه که آقا این روشه جواب نمیده، باید عوض بشه، باید یه فکری در موردش بشه. ولی آقای فلیک چرا نمیذاری خط دفاعی بره عقب‌تر؟ بذار خط دفاعی بره عقب، بذار دفاع کنه، بذار یه بازی 0-0 بشه، بذار یه بازی 1-0 بشه، اصلا ببازیم اشکال نداره، ولی بذار دفاع کنن، همش جا نمونن مهاجم حریف. به نظر من اگر تاکتیکمون عوض نشه، اگر این خط دفاعی رو نخواد درست بکنه، 100% جلو کلوب بروژ تو داری اینجوری بازی می‌کنی، جلو چلسی چجور میخوای بازی کنی، جلو بایرن چجور میخوای، جلو چلسی و اینا واقعا دهن ما سرویس میشه، نمیتونیم چیکار بکنیم. یعنی واقعا من سرم در گرفته، نمیخوام وایب بدم بهتون بدم، نمیخوام اذیتتونم کنم، ناراحتتون کنم، ولی به نظرم اگر یه ذره واقعا بارسایی باشی خیلی ارست میگیره که جلو همچین تیمی بخوای همچین نتیجه‌ای بگیری. به نظر من فعلا کار ما بارسایی‌ها فقط هرس خوردنه. حالا یامال، هرسی که دیگه واقعا دیشب من نمیفهمم این کارت زرد چی بود به یامال داد، اعتراض کرد اوکی، وینیسیوس اعتراض نمیکنه، بلینگام اعتراض نمیکنه، فقط به ما باید کارت زرد بدین. الان باید بازی بعدی هم حواسش قشنگ جمع باشه، کارت زرد نگیره که بازی بعدیش محروم نشه. حالا فکر میکنم کم کم داره خیالمون از بابت سود راحت میشه، 1-2 امتیاز دیگه بگیریم خیالمون راحته، ولی واقعا به چه قیمتی؟ اصلا ارزش نداره فعلا. با این تیم کجا میخوای بری؟ امیدوارم که بازی با چلسی حداقل یه امتیاز بگیریم. با این وضعی که دارم میبینم فکر نکنم، ولی حالا ما ترجیحمون اینه که 3 امتیاز بگیریم، ما واقعا برد ترجیحمونه تو همه بازی‌ها و بهترینا رو آرزو میکنم واقعا برای تیم محبوب هممون. مرسی رفقا که ویدیو رو دیدین، دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو تماشا کردین. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین و چنل رو هم ساب کنین. اگر من یه خوردم ناراحت بودم واقعا از همتون معذرت میخوام، به خاطر هرسی که از بازیکن‌ها و هانسی فلیک دارم میخورم. دمتون گرم واقعا، مرسی که حمایت میکنین. به زودی با یه ویدیوی جدید میبینمتون. تا ویدیوی بعد مثل همیشه ویسکا بارسا، زنده باد کاتالان.